با غیرت، جنگنده، گلساز. همه اینها کلماتی است برای توصیف امید عالیشاه، کسی که چند فصل اخیر با بازوبند کاپیتانی برای پرسپولیس بازی کرده، کسی که حتی وقتی که لباس سفید پرسپولیس رو با خون آغشته کرد دست از تشویق همتیمیای خود برنداشت و درس مهمی به همتیمیای خود داد: مبارزه تا سرحد مرگ برای لباس پرسپولیس. شاید شدت ضربه به صورتش اونقدری زیاد بوده که خودش اون لحظه ها رو یادش نیاد، ولی اون صحنه قاب عکسی در دل تمام هواداران شد تا به کاپیتان خودشون افتخار کنن. اگر میخوای با این بازیکن بیشتر آشنا بشی، حتما این ویدیو رو تا آخر ببین. امید عالیشاه در دی ماه سال 1370 در قائم شهر استان مازندران به دنیا آمد. او فوتبال حرفه‌ای خود را از تیم‌های پایه در زادگاهش شروع کرد و سپس به نساجی مازندران پیوست. وقتی عالیشاه با لباس قرمز نساجی در دسته یک برای این تیم به میدان میرفت، با نمایش سبک بازی بی‌نظیرش مثل سرعت بالا، دریبل زنی و بازیسازی فوق‌العاده‌اش نویدبخش وینگری خوش تکنیک را در آینده فوتبال ایران میداد. همین امر باعث شد که عالیشاه به راه آهن منتقل بشه. این انتقال سکوی پرتابی برای او به دنیای حرفه‌ای فوتبال ایران بود. امید در سال 1392 با قراردادی 2 ساله به پرسپولیس پیوست و به سرعت به یکی از بازیکنان کلیدی این تیم تبدیل شد. پست تخصصی امید عالیشاه وینگر چپ یا هافک تهاجمی باشد و ویژگی‌های اصلی بازی او شامل سرعت بالا، مهارت در دریبل زنی، ارسال دقیق از جناحین و تسلط بر بازیسازی در موقعیت‌های حساس میباشد. اما محبوبیت امید عالیشاه در دل هواداران پرسپولیس فقط به خاطر سبک بازی او نیست. او برای طرفداران نماد تعهد به تیم و روحیه جنگندگی می باشد. کسی که تعصب تیم رو به یدک میکشه و در زمین یک کاپیتان واقعی است. او یاد گرفته که میشه بدون حاشیه هم محبوب بود، حتی نزد طرفداران تیم رقیب. در هفته گذشته ما شاهد بودیم که هواداران استقلال برای امید عالیشاه سنگ تموم گذاشتند. وقتی که امید در زمین بازی مجروح شد، هواداران استقلال با ارسال پیام‌هایی برای او آرزوی سلامتی کردند. این یعنی قشنگی فوتبال. علت این امر فقط میتونه یک چیز باشه: عالیشاه هیچ وقت علیه تیم رقیب مصاحبه‌تون نکرد، حاشیه سازی نکرد و فقط در زمین به رقابت پرداخت. قاب ماندگار امید در برخورد با طرفداران تیم رقیب وقتی که به سمتش سنگ پرتاب می‌کردن هیچ وقت فراموش نمیشه. جایی که دستشو بالا میبره و به نشانه احترام به سمت سرش اشاره میکنه. در صورتی که وقتی همون اتفاق توسط هواداران پرسپولیس اتفاق میفته، با تشر سمت اونا میره که این کار رو انجام ندن. یک واقعیت بدون کتمان در دل تمام هواداران پرسپولیس وجود داره. اینکه عالیشاه داره با جون و دلش از امانتی که زنده یاد هادی نوروزی بهش داده، یعنی کاپیتانی پرسپولیس، میراثداری میکنه. عالیشاه نماد تعصب و تعهد به تیم پرسپولیس با لباس این تیم افتخارات زیادی در این سالها کسب کرده. از جمله او با بیشترین پاس گل در تیم پرسپولیس بهترین پاسور تاریخ این تیمه و توی این سالها تونسته 6 قهرمانی لیگ برتر، 2 قهرمانی جام حذفی، 4 قهرمانی سوپر جام ایران و 2 نایب قهرمانی آسیا کسب کنه. با توجه به این مطالب بیایید قبول کنیم که تلاش، تعهد، سخت‌کوشی و تعصب در کنار تمرین مستمر و استعداد ذاتی خیلی بیشتر میتونه به چشم بیاد تا مصاحبه‌های جنجالی، حاشیه و شیرین دادن به عضو هیئت مدیره یک تیم. طرفدارای پرسپولیس یه لایک به ما نمیرسه؟ و طرفداران استقلال لطفاً از اینکه درباره پرسپولیس ویدیو ساختیم ناراحت نشن و حتما ویدیوی بعدی ما رو ببینن، چون قرار کلی سورپرایز بشن. ما قراره درباره بیوگرافی بازیکنی حرف بزنیم که علاوه بر اسطوره بودن استقلال افتخار یک ملته، کسی که به عنوان بهترین دروازه‌بان در ترکیب تیم قرن آسیا اسمش به چشم می‌خوره. پس حتما ویدیو بعدی رو ببینید.